goy bisringe buti fi situm sarak bay zerlo bisri حسب اونجا که در کتاب‌های تاریخی و حدیثی ما هست، خب این دعاها را امام سجاد سلام الله علیه به فرزندانشون، به امام باقر علیه السلام و به جناب زید شهید املا کردند و بیان کردند و تقریبا نسخه‌ای که از طریق زید شهید و فرزندش جناب یحیی بن زید رسیده با نسخه‌ای که از مسیر امام باقر و امام صادق علیهم السلام به ما رسیده، تطابق بسیار بالایی داره. تعداد دعاها اونجوری که گفته شده 75 دعا بوده، ولی الان 54 دعا موجود هست. به هر حال بعضی از این دعاها الان به ما نرسیده. در این حال همین مقداری که باقی مانده و به ما رسیده واقعا یک دریای بیکرانی از معارف الهی است. عنوان جلسه شما هم محتوای معرفتی دعاهای صحیفه سجادی است. اولا خود دعا در ادیان الهی و به ویژه در اسلام عزیز خیلی مورد تأکید قرار گرفت. قرآن می‌فرماید که قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، به بندگان من، به مؤمنین بگو اگر دعای شما نباشد اعتنا و لطف الهی رو هم شما نمیتوانید جلب کنید. اون اعتنا و عنایتی که خدای تعالی به بندگان دارد مرهون دعاست. بدون دعا کردن، بدون با خدا ارتباط برقرار کردن، انسان مشمول اون عنایات ویژه قرار نمیگیرد. این را قرآن میفرماید قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر دعاهای شما، ارتباط شما با خدا، توجه شما به خدا، تضرع به پیشگاه خداوند، سخن گفتن با خدا، حاجت خواستن از خدا، اگر اینها نباشد شما مورد اعتنا و مورد توجه قرار نمیگیرید، چون خودتون نخواستید. انسان وقتی مورد لطف الهی و مرحمت خاص پروردگار قرار میگیره که دلش را به سمت خدای تعالی متوجه کنه. انسان غافل، انسانی که اصلا توجهی به خدا ندارد، خب مورد اعتنا و مورد عنایت خاص هم نیست. دعا این نقش رو داره که ما را متوجه میکند به پروردگار و لطف و عنایت خدا و توجه خدا را به سمت ما جلب میکند. نه اینکه خدای تعالی بخلی داشته باشد در عنایاتش. ما قابلیتمون رو از دست میدیم وقتی دعا نمی کنیم، وقتی به خدا توجه نداریم. و لذا فرمود و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. اگه بندگان من از من سوال کردن، راجع به من سوال کردن، بهشون بگو من کنار شما هستم، من دور نیستم، من نزدیکم. ما خودمون رو از خدا دور میکنیم. خدا نزدیک بندگان، خدا که دور نیست. نحن اقرب الیه من حبل الورید. البته این تقریبا در میان ادیان عمومیت داره. در همه ادیان مسئله توجه به خدا، مسئله دعا یک مسئله بسیار مهم است. در این حال این نکته را اضافه کنیم که این مسئله دعا و توجه به خدا و معنویت یک نکته است که برخی از مخالفین اسلام سعی کردن این را انکار کنند یا ندیده بگیرند. ویلیام چتیک از محققین در حوزه عرفان اسلامی
میگه بعضی از غربی ها تلاششون این بوده، مستشرقین غربی، که اینجوری نشون بدن که اسلام یک دینی فقط شریعته، احکام است، این کارو بکن اون کارو نکن، یجوز لا یجوز. خب ما یک کتاب شریفی مثل صحیفه سجادیه داریم که نشون میده که این حرف، این تصور و این توهم مستشرقان چقدر اشتباهه. کتابی سراپا معنویت، توجه به خدا، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه ازشون نقل شده که من به آقای هانری کوربن مستشرق فرانسوی که می آمدن ایران و جلساتی هم با مرحوم علامه طباطبایی داشتن، یه وقت گفتم شما چطور دعا میکنید؟ چون مسیحیان روزهای خاصی رو میرن به کلیسا و اونجا دعا میکنن، خیلی برنامه عبادت به اون شکلی که ما داریم هر روز چند وعده بریم نماز بخوانیم در مسجد، عبادت اونجوری به جا بیاریم، خب اونا ندارن. ایشون گفته بودن که، یعنی آقای هانری کوربن، که از زمانی که من این کتاب صحیفه سجادیه رو باش آشنا شدم، دائم از روی این کتاب و با ادبیات این کتاب دعا میکنم و با خدا گفتگو میکنم. یعنی اینقدر این کتاب دعا معنویتش سرشاره که دیگران هم، حتی پیروان ادیان دیگه، اونایی که آشنا شدن با این کتاب شریف، از این کتاب استفاده میکنن. یک چهره معنوی از اسلام رو داره این کتاب ارائه میکنه، توجه به خداوند. در عین حال معارف بسیار بلندی در کتاب صحیفه آمده. خب دعاهایی که آمده، درست این کتاب دعاست، اصل در این کتاب دعا کردنه، اما در متن این دعاها مطالب بسیار مهمی گفته شده و به ما درس داده شده، تعلیم داده شده. یکی معارف توحیدی است، یک خداشناسی ناب، چون تصویری که ما از خدا در اسلام داریم، مخصوصا در معارف اهل بیت داریم، یک تصویر بسیار والایی است. خب ببینید شما در ادیان دیگه هم گاهی، حتی ادیانی که قائل به خدا هستند، خدای تعالی را قبول دارند، اما صفاتی که به خدا نسبت میدن، تصویری که از خدا دارند، اون تصویر توحیدی نیست. حالا خدایی که فرزند داره، خدایی که میتوانه بیاد در زمین با مثلا جناب یعقوب کشتی بگیره و امثال اینا، این خدای توحیدی نیست، خدای ناب نیست. خدای اسلام، خدای قرآن، خدای صحیفه سجادیه خدای ناب است، توحید نابه. و لذا صفاتی که در این کتاب شریف در ضمن دعا، صفاتی که به خدا نسبت داده میشه، افعالی که به خدا نسبت داده میشه، همه این عالم، این چه تجلی خداوند، هر کاری که داره در عالم رخ میده به نحوی در حوزه اراده و مشیت خداست. با اراده خدا این کارا داره در عالم انجام میگیره. این نگاه توحیدی، این معارف بلند، این در این دعاها به ما آموزش داده میشه. لذا این دعاها فقط خواستن و حاجت گرفتن از خدا نیست، آشنا شدن، معرفت پیدا کردن با حقایق توحیدی و حقایق الهی هم در این دعاها داره به ما آموزش داده میشه. و در این حال البته مسائل و مباحث اخلاقی، اجتماعی، اخلاق کریم، مکارم اخلاق، اخلاق نیک، اخلاق خوب، رفتارهای پسندیده، اینها و رفتارهای اجتماعی، کمک به دیگران، خدمت به دیگران، به پدر و مادر، به همسایگان، به مؤمنین، این در این دعاها، در ضمن دعا
همین صفات اخلاقی، رفتارهای پسندیده اجتماعی در آموزش داده بشه. بعد یه قسمتش هم دعا کردنه، حاجت خواستنه، اونم با آدابش، با یک ادب خاص که چگونه ما از خداوند حوائجمون رو بخوایم. اولا بدانیم، این معرفت رو داشته باشیم که عالم همش در اختیار خداوند و در ظل مشیت الهی است. اراده خدا بر عالم حاکمه و خدای تعالی دارای همه قدرت هاست، دارای همه علم هاست. علم مطلق است، قدرت مطلق است، لطف مطلق است، رحمت مطلقه. اینا رو بدانید و در این حال هم وقتی بخوایم دعا بکنیم، حاجت بخوایم، بدانیم که از منشأ قدرت، از منشأ کمال، از منشأ همه خیرها حوائجمون رو بخوایم. اونم حوائج سطح بالا، این حوائجی که حالا من شاید به بعضیش اشاره کنم، عبارت ها رو بخونیم ببینید چه خواسته های بالایی امام علیه السلام در این دعاها از خداوند طلب میکنیم. اینها آموزش معارفه، آموزش آداب بندگی خداست. به خدای تعالی ما چگونه با این خدای بزرگ ارتباط برقرار کنیم. در این دعاها گاهی مناسبت ها و فرهنگ دینی لحاظ شده. توصیه مثلا به اینکه موقع رؤیت هلال ما این دعا رو بخوانید، موقع ورود ماه رمضان این دعاها، موقع تمام شدن ماه رمضان، در روز عرفه، در روز عید قربان، در روز عید فطر، برای هر کدوم از اینها دعایی فرهنگ سازی است، فرهنگ زندگی اسلامی. چون ایناست که زندگی رو میسازه دیگه، سبک زندگی اسلامی، زندگی اسلامی با این آداب درست میشه. آداب فرهنگی زندگی اسلامی در همین مناسبت ها، توجه به این مناسبت ها، دعا برای مرزداران، دعا برای همسایگان، دعا برای دوستان، خود این توجه به مسائل اجتماعی، به مجاهدان مسلمان، به مرزداران، اونایی که از سرزمین‌های اسلامی دارن محافظت میکنن، به همسایه ها، به دوستان، به پدر و مادر، توجه به این جهاتی که بایستی یک مؤمن اینها رو در نظر داشته باشه. خود همه اینها فرهنگ سازی است، ارائه یک الگوی زندگی دینی و اسلامی است. این کتاب الحمدلله خیلی مورد توجه بوده، در طول تاریخ شرح‌های مختلف برش نوشته شده، ترجمه‌های مختلف صورت گرفته. من چند جمله به عنوان نمونه از دعاهای این کتاب شریف، حالا مثلا همین دعای اول که راجع به حمد پروردگار، دعای اول تحمید است، حمد و ستایش خداست. ببینید سراپا معارف توحیدی است. الحمدلله الاول بلا اول کان قبله. حمد و ستایش برای خدایی است که اولی است که قبل از او هیچ اولی نبوده. والآخر بلا آخر یکون بعده. آخری است که پس از او پایانی نیست. والاول و والآخر. خدای تعالی نقطه شروع هستی، نقطه آغاز هستی و نقطه بازگشت هستی است. مبدأ اوست، معاد هم اوست. اینو در قالب دعاها هم امام علیه السلام داره ما توحید یاد میده. معارف توحیدی رو دعاست اما داره درس توحید رو میده. الذی قصرت عن رؤیته ابصار الناظرین و عجزت عن نعته اوهام الواصفین. ببینید فرق این کلمات رو با
تصوراتی که از خداوند بعضی از همین ادیان تحریف شده دارن، ادیانی که مشهور هم هستن و پیروان زیادی هم دارن، اما در این حال چه تصویری از خداوند دارن؟ این که بعضی دارن خدا را توی معابدشون به شکل یک انسان تصویر میکنن، برای خدا فرزند قائلن. خیلی فاصله داره اون اعتقادات با این معارف ناب الذی قصرت عن رؤیته ابصار الناظرین، اون خدایی که چشم بینندگان عاجز است از اینکه بخواهد او رو رؤیت کنه، او قابل رؤیت چشمی نیست. بله با حقایق ایمانی، با حقایق قلبی میشه به خداوند علم پیدا کرد، اما خدا از اون چشم‌های ظاهری انسان ها فراتره، دور است، قابل رؤیت جسمانی نیست. و عجزت ان نعتهی اوهام الواصفین، اصلا عقل و تفکر وصف کنندگان نمیتواند صفات الهی را، کنه صفات الهی را بهش دست پیدا کنه. ببینید چه عظمتی در توصیف دعاست، اما داره به ما معرفت یاد میده، معارف الهی رو داره به ما یاد میده. حالا من دیگه نمیخوام وقت شما گرفته بشه، ولی بعضی از جملات دیگر هم اشاره بکنم. بعد که میخواد مسائل حاجتهای ما رو بیان بفرماید، میفرماید که والحمدلله الذی اختار لنا محاسن الخلق و اجرى علینا طیبات الرزق و جعل لنا الفضیله بالملک علی جمیع الخلق. میخواد حاجت بیان کنه، ولی افعال الهی را، اون بسته ید پروردگار را، کارهای خداوند در هستی را داره بیان میکنه تا بعد وقت اون حاجت ها رو بخواد. حمد و ستایش ما رو اون خدایی است که اختار لنا محاسن الخلق، زیبایی های خلقت را برای ما انتخاب، جهان را در بهترین صورت خلق کرده. احسن الخالقین است این جهان، نیکوترین جهان، شری در این عالم نیست، همش خیره، اونی که خدا خلق کرده. و اجرى علینا طیبات الرزق، به ما روزیهای پاک داده. و جعل لنا الفضیله بالملک علی جمیع الخلق، توضیح این که انسان به عنوان اشرف مخلوقات مسلط بر همه مخلوقات است. جعل لنا الفضیله بالملک علی جمیع الخلق فکل خلیقته منقاد لنا بقدرته، فکل خلیقته منقادة لنا بقدرته. همه مخلوقات خدا در اختیار آدمی هستند و سائرتون الی طاعتنا بعزته، و همشون در طاعت ما هستند با عزت پروردگار، با قدرت پروردگار. سراپا توحید، سراپا معرفت و تقاضاهای بلند، حاجتهای بلند، حاجتهای والا. از نعمتهای خداست این کتاب برای ما انسان ها، باید قدرش رو بدانیم و به عنوان یک هدیه الهی این رو به دیگر از بندگان خدا هم بتوانید برسانید. امام راحل رضوان الله علیه، امام خمینی، میفرمود دعا قرآن ساعده. اون قرآن عزیز، قرآن کریم قرآن نازل بود که از خدای تعالی به سمت ما آمده. از این سو از زبان اولیاء خدا مثل رسول الله و اهل بیت علیهم السلام همون محتوا، آثار همون محتوایی که از خدا نازل شده در قالب این دعاها به عنوان قرآن ساعد، قرآنی که به سمت آسمان میره، ازش یاد شده. اینقدر این حقایق و معارف شریفن. انشاءالله موفق باشید. اون دوستانی که زحمت کشیدن برای ترجمه این کتاب، برای رونمایی این ترجمه، از خداوند براشون سلامتی و موفقیت بیشتر طلب میکنیم
و از همه شما عزیزانی که در این جلسه حضور پیدا کردید تقدیر و تشکر دارم، مخصوصا از برگزار کنندگان. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ma jóg way bis ni nga